خبرهای دیپورت شدن نادیه نایاب در صفحات مجازی نشر شده است. آیا با واقعیت نادیه نایاب مجری موفق تلویزیون جهانی طلوع از امریکا دیپورت خواهد شد؟ گریه و ناله نادیه نایاب، اما به چه دلیل وی چرا گریه دارد و دلیل دوری نادیه نایاب از رسانه ها چی بوده است؟ گفتنی های تازه وی در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نادیه نایاب مجری موفق، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نادیه نایاب برنامه‌های مختلف در رسانه‌های افغانستان ساخت و شهرت و محبوبیت خاص در تلویزیون جهانی طلوع کسب کرد. برنامه‌های مختلف را در طلوع می ساخت که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. نادیه نایاب برنامه‌هایش توسط افغان‌ها حمایت می‌شد و بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. در کشور امریکا هم مانند قبل به برنامه‌های رسانه‌ایش پرداخت و از طریق کانال یوتیوبش درآمد خیلی خوبی داشت، اما برای یک مدت طولانی نادیه نایاب دیگر برنامه‌ای نساخت. این همه در حالی است که تازه تصاویر وی در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که نادیه نایاب قرار است به زودی امریکا را ترک کند. وی ایمیل اخراجیش را دریافت کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، ولی ما آرزو داریم این خبر حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای نادیه نایاب با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نادیه نایاب به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.